تشیع به اینه که بگه آخونداش دزدن. این است تشیع از بین میبره. در مقابل 200 میلیون بگه آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 ساله دزدی شده. چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده، تازه حالا فهمیدن. البته پولا دلارام که میره ترکیه که اونم تکذیب میشه من نمیدونم. به هر حال تشیع را نسبت دزدی میبرد. اینا افتراء است، اینا تعذیر دارد. حق نداره آدم به یک کسی معلومی بگه تو دزدی، اونم در مقابل 200 میلیون بیننده، چون اون شب در مناظره 200 میلیون بیننده بوده. مگه کسی حق داره هر حرفی رو بزند؟ بله کلی مانعی نداره، یه عده تو این نظام دزدی کرده، خب بله برید ببین. اما این افتراء، این تعذیر دارد. گویندهش اگه سوگند خورده در مجلس که احترام مردم رو حفظ کنه، حنس قسم کرده. چون میدونید در مجلس یادتون باشد در مقابل قرآن به خدا سوگند میخورن. این هم کفاره داره، هم حنسش معصیت کبیره است. دوباره چجور روز از نو روزی از نو از حرامزادگیش دروغ میگه و الا امام زمان رو میبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.